салому алейкум برادرها مخلصای عزیز. یه لحظه باشه خاطر مخلصای که شادم گردد به خاطر برادرای غریب. مردک خطی زنش 8 سال زندگی میکنه فرزنددار نمیشون، چی دوایی نمیکنه فرزنددار نمیشون. زنش میگه بیا پیش ورج رویم کویا ببینیم چی گپه اخی به فرزند زندگی نه اونقدر شوق قوت. میورش پیش ورج میدرن دکتر سلام علیکم خیلی تنج خوب میشه رحمت. گفته دکتر ما 8 سال زنک زندگی میکنیم فرزند نمیشه وای ما خیلی راهش هست و خیلی خدمت میکنیم. گفته یانگه یاد دقیقه بره برو زنک بیچاره بیرون میبره. دکتر طرف شوهر زنک میگه یه هفته چند بار سکس میکنی؟ گفته 2 بار روزای سه شنبه روزای جمعه. این خیلی خطی کودک نمیشه. زنک باید یه هیل نپدری کردن در کن نیاجید سکس اونم یکان چیز زنده باشه بخب اگون مایلی میگه دکتر جون ایبان 1 سال میگذره مردک تارت شامپانس که تمام چیزا رو بگیره پیش ورج میداره. سلام علیکم دکتر جان پدر و مادرت رحمت چی گپ شد میگه همون گفتگی تکدو میگه دکتر نیاجید نه همین زنگای دوری خیلی دلنی کالباسه رو بگیرم نگیرم دیگه همه قفاش چپیده روی کردیم. همون لحظه خداوند تغوری کرد زنک خرسنده زنک حیران نشید. گفت زنک مایل حیران شدنش وست اما آدمی که در دورین مگزین بود و یا حیران شدن.